12 سال استخوان درد داشتم، درد مفاصل شدید. بچه شدید که میگم در حدی که مثل معتادا من همیشه در این حالت استخونامو فشار میدادم، یا دستامو میذاشتم زیر شکمم فشار میآوردم روشون، یا مثلا به بچه‌ها میگفتم راه برین، رو پاهام رو دستام راه برین از شدت درد. شبا اصلا خدا شاهد 5 سالی بود دیگه من خواب نداشتم، حتی گریه میکردم اینقدر که ببخشید حس میکردم واقعا دارن سوراخ میکنن استخونامو. خیلی دکتر رفتم، دکترای خیلی خوب، خیلی غضروف ساز دادم، ولی خب تا یه هفته خوب بود، دوباره شروع میشد. تا اینکه اینجا اومدم متوجه شدیم، خانم صفایی روزای اول منو مشاوره داد، گفت بلغم شدید داری، التهاب مفاصل داری. دیگه با کمک خانم صفایی و حتی خانم عابدی واسه من یه پک بسته شد. من همونو که استفاده کردم خودم همیشه میگم توی جلساتم گفتم مثل حس تلقین بود، حالا هر چیزی بود، من همون روز اول استخون دردم آروم شد. یعنی حس کردم استخونام داره گرم میشه. روغن کتان و موضعی استفاده کردم، خوراکی استفاده کردم، دوباره دمنوشای کبد بود، همه اینا رو استفاده کردم و خدا رو شکر من نزدیک الان 1 سال هست دیگه اصلا اون دردا رو ندارم. حتی شب خیلی خوابم عالیه، یعنی تا صبح اصلا دیگه بیدار نمیشم. و خار پاشنه داشتم همون موقع، همزمان خار پاشنه منم درمان شد. دکتر گفته برو آمپول بزن، دیگه ترسیده بودم از آمپول. دیگه همین دوره من همین روغن کتان رو که داشتم استفاده میکردم، به پاهام ماساژ میدادم، به پاشنه پام ماساژ میدادم، شبا جوراب میپوشیدم و دیگه خود به خود توی همین دوره من هم درد مفاصلم خوب شد، هم خار پاشنه‌ام درمان شد. دخترم هم یه مدت بود همیشه میگفت گوشم صدا میده مامان، انگاری هو میکشن تو گوشم، خیلی اذیت بود. یا مثلا هر روزی چند بار میرفت صورتشو آب میزد که پوستش خشک میشد. حالا بعد که من متوجه شدم عکس زبانشو بکنم فرستادم واسه خانم عابدی و خانم محمدی، هر دوتا تشخیص دادن حرارت کبد داره. من روغن خارمریم و دمنوش خارمریم که واسه خودمون میخوردم به اونم میدادم. یعنی دیگه کامل این مشکل از بین رفت. دیگه اصلا یادش رفته این موضوع، اصلا خودشم دیگه بره صورتشو آب بزنه یا مثلا بیاد بگه گوشم درد میکنه. حتی یه درمان خونگی هم خانم عابدی گفت حوله داغ کن بذار رو گوشش. من این کارا رو انجام دادم و خدا رو شکر الان 1 سال اونم دیگه اصلا خیلی خوب شده. بعدش دیگه اومدم، مادر شوهرم خیلی خیلی خشکی مفاصل داشت، بلغمی شدید بود، حالا جدای از بیماری‌های دیگه‌اش مفاصلش خشک شده بود، مثلا دستاش بسته میشد دیگه باز نمیشد، انگشتاشو باید به زحمت باز میکرد، یا پاش اگه تا میشد دیگه باز نمیشد، زانوش باید میگرفت زیر زانوشو فشار میداد تا این زانو باز شه. دیگه اومدیم باز دوباره با کمک خانم عابدی یه پک بستن واسش و خدا رو شکر خیلی خوب شد. یعنی اصلا در حدی که نمیتونست پاشو باز کنه میومد خونه و پاشو مینداخت رو مبل که مینشست، یعنی خودش که هیچ، همه متوجه شده بودن چقدر این خوب شده، درداش بهتر شده بود، جدای از اون خشکی مفاصلش هم از بین رفته بود. بعدش خدا رو شکر اومدیم، پسر دوستم تیک عصبی چش داشت، تو باشگاه با هم صحبت میکردیم، بهم گفت که پسرم اینجوریه و خیلی ناراحتم، واسش 12 سالشه. متوجه شدیم که صداع شدید داره، اومد 2 دوره پک گرفت ازمون و خدا رو شکر درمان کامل شده. اونم خیلی راضی، همیشه میگه همه متوجه شدن امیر حالش خوب شده. پرش پلک تیکه چشم داشت، چشمشو خیلی فکر کنم مثل حالت میگفت مثل چراغ راهنما اینجوری بالا پایین میکنه، دستش همیشه تو موهاشه، تیکای عصبی داره و خدا رو شکر کامل این موضوع از بین رفت و درمان شد. دیگه بعد از اون 2 مشتری دارم از مشهد که اونا یکیشون MSC شدید بوده، خدا رو شکر با همین روغن و فقط هم روغن خارمریم و روغن کتان از من گرفت، چند تا شیشه و موضعی استفاده کرده بود کتان رو، و روغن خارمریم هم خوراکی ریخته بود تو کپسول استفاده میکرد. خدا رو شکر خیلی حالش بهتره، گفت دکتر قرص کورتونش رو حذف کرده. خواهرش هم که بچه‌هاش بلغمی شدید بودن، 2 دختر داشت مثل من، میگفت شبا باباشون بالای چینه تا صبح و اینها رو ماساژ میده، استخوناشون رو ماساژ میده تا بتونن این بچه‌ها بخوابن، خیلی درد شدید دارن. وقتی بهشون گفتم خودم هم استفاده کردم این مشکل رو داشتم درمان شدم، خیلی در لحظه واریز کردم، واسم روغنا رو فرستادیم، دمنوش هم بهش دادیم و خدا شکر ایشون هم درمان شدن و هر چند وقت یه بار پیام میده